ماسکای ورقه‌ای میتونن روی کیفیت پوست ما تاثیر بذارن یا اینکه اینا همش تبلیغاته و صرفا برای ریلکس کردن مناسبن؟ توی این ویدیو متوجه میشین که ماسکای ورقه‌ای چجوری دارن روی پوست ما کار میکنن و اینکه اصلا تأثیری میتونن داشته باشن و همینطور متوجه میشی که ماسک ورقه‌ای کره‌ای خوبه، چینی خوبه، بالاخره اگر خوبه چی میتونیم بگیریم و در انتهای ویدیو هم روش درست مصرف ماسک‌های ورقه‌ای رو میگم و یک سری اشتباهاتی که دیدم که بعضیا انجام میدن و باعث شده که از ماسک‌های ورقه‌ای نتیجه عکس بگیرن و پوستشون بدتر خراب بشه. اونایی که نمیدونن میگم که من مریم پاکنهاد هستم و چندین ساله که در زمینه پوست و مو تحقیق میکنم و مشاوره میدم و اولین نفری رو هم که پوست و موهاش خوب کردم خودم بودم. ماسک‌های ورقه‌ای از کره شروع شد با این هدف که سد دفاعی پوست رو تقویت و ترمیم کنن. یعنی همین پوستی که داریم میبینیم یه پوست قوامدار و شادابی باشه و البته جنبه مارکتینگ و اون چی میگن درآمدزایی هم خب مسلما داره، ولی اگر ماسکی که با کیفیت باشه تاثیر خودش رو میذاره. حالا عملکردش به چه صورته؟ عملکردش اینجوریه که اینا میان یک ورقه‌ای رو که از جنس سلولوز هست داخل موادی غوطه‌ور میکنن که غنی از مواد مغذی برای پوسته، در واقع برای همون تقویت و ترمیم سد دفاعی پوست و آبرسانی پوست. و کاری که انجام میشه اینه که این ورقه هاشون قدرت جذب بالایی دارن، اون مواد رو به خودشون جذب میکنن و وقتی ما این ماسکای ورقه روی پوستمون میذاریم اون مواد جذب پوست ما میشه. کار واقعا جذابه، انگار خیلی کارایی داره، درسته؟ لطفاً اول این ویدیو رو لایک کن تا بریم سراغ ادامه ماجرا. تاثیر این ماسکا چقدره؟ مسلماً تاثیرشون زیاد نیست، شاید در بهترین حالت چند روز بخوان روی پوست شما اثر داشته باشن، ولی اگر در کنار روتین پوستی استفاده بشن نتیجه خوبی میتونن بدن. اگر با هر مدل ماسکی که خاصی میتونیم به پوستمون بزنیم؟ قطعاً نه. مثلا ماسکایی که توی مترو میفروشن، ماسکای نمیدونم برندهای بیو آکوا، یک سری برندهای چینی که با قیمتای خیلی خیلی پایین توی فروشگاه توی متروها به فروش میرسن، اینا نه تنها کارایی ندارن بلکه خیلی از افراد پوستشون با این ماسکا داغون شده، جوش زدن و میگم سد دفاعی پوست بیشتر آسیب دیده. ماسکایی که با کیفیت هستن، قبلش اینو بگم یه چیزی تو ذهنم اومد، تمام ماسک‌های ورقه کره‌ای هم حتی با کیفیت نیستن، بین اونها هم ماسک فیک خیلی زیاده. شما باید بگردین با کیفیتش رو پیدا کنین و از آنلاین شاپ هایی خرید بکنین که واقعا معتبرن و محصولات خوبی میارن و فقط ماسک‌های ورقه کره‌ای خوب نداریم، ماسک‌ها از بقیه برندها تو یک سری از کشورهای دیگه هم ساخته میشه که اونها هم ماسک‌های با کیفیتی محسوب میشن، ولی شما باید از جای درستش خریداری بکنین و ارزون قیمت هم نیستن. یعنی برای یک ماسک شما باید بالای 50,000 تومان 100,000 تومان هزینه بکنین، گاهی برای ماسک‌های خیلی خوب ممکن تا 300,000 تومان هم برای یک ماسک ورقه‌ای هزینه بکنین، چون بعضیشون واقعا خاصیت درمانی و ضد التهابی خیلی خوبی دارن. همه میگیم ماسک ورقه‌ای با کیفیت، منظورمون از این با کیفیت بودن چیه؟ یکی از آیتم هاش همون قیمتی بود که گفتم، منتها اون قیمت رو باید یک آنلاین شاپ معتبر به شما بده. و مورد بعدی که خیلی خیلی مهمه اینه که بعد از اینکه شما ماسک رو از روی پوستتون برمیدارین، باید روی پوست شما یک لایه عایق ایجاد شده باشه، یک کاوری انگار از مرطوب کننده ایجاد شده، در کنار اینکه انگار پوستتون آبرسانی شده، یعنی شما کامل این رو احساس میکنین و اصطلاحاً میگم پوست باید پلامپ بشه و بعد از یک مدت، یعنی بعد از 2 روز 3 روز یا حتی چند ساعت، فردایی صبح که از خواب پا میشین قشنگ متوجه شفافتر شدن پوست شده باشید. یکی از جاهایی که ماسکای ورقه‌ای با کیفیت خیلی اونجا به کار میاد و میتونه خوب باشه توی اتاق پوسته. مثلا زمانی کربوکسی تراپی انجام میدن یا هر کاری که باعث التهاب زیاد پوست میشه، یه ماسک ورقه‌ای با کیفیت روی پوست قرار میدن تا اون التهاب زیاد پوست رو بگیره، چون این ماسک‌های ورقه‌ای در واقع خاصیت التیام بخشی یا اصطلاحاً خاصیت سوتینگ داره. یکی از ماسک‌های ورقه‌ای که خیلی دوستش داشتم ماسک ورقه‌ای دکتر جارت بود که توش از ترکیب سیکا استفاده شده بود
و واقعا ماسک خوبی بود و توی اتاقهای پوست ازش استفاده میشد و البته اون موقع من یعنی همین پارسال دونه 150,000 تومان توی تخفیف خریده بودم. و توی ایرانی ها هم این روزا من استفاده نکردم، ولی شنیدم که ماسک ورقه وارمی خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی ازش استفاده میکنن و راضین. دوست داشتین میتونید امتحان کنین. البته میگم من تا الان ازش استفاده نکردم. اگر بخواید برای ماسک‌های ورقه هزینه نکنین مشکلی پیش میاد؟ قطعا نه. شما یه روتین پایه لازم دارین و به همراه یک نهایتاً 3 تا اکتیو با توجه به مشکل پوستی که دارین. و در مورد سردفاعی پوستم که من توی ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادم. حالا هر کسی میخواد هزینه اضافه تر بکنه برای اینکه پوستش زودتر خوب بشه، زودتر نتیجه بگیره، یا اینکه پوست شاداب تری داشته باشه، با قوام تری داشته باشه، میتونه این هزینه رو انتهای ویدیو نزدیک میشیم. اگر کانال سابسکرایب نکردی حتما بکن، زنگوله رو هم روشن کن تا برم بهتون بگم که شما چجوری باید از ماسک‌های ورقه‌ای استفاده بکنین که درست باشه و نتیجه خوب بگیرین و یک سری اشتباهات رو انجام ندین که بخواد پوستتون خدای نکرده خراب‌تر بشه. ماسک‌های ورقه‌ای رو اگر بخواید بعد از حمام استفاده کنین خیلی بهتره، به خاطر اینکه منافذ باز شدن و خاصیت نفوذپذیری محصولات روی پوست ما بیشتر میشه بعد از حمام. میتونی هفته 1 تا 2 بار از ماسک‌های ورقه‌ای استفاده کنی. بهترین زمانش هم گفتم بعد از حمامه و یادت باشه که بعد از 20 دقیقه برش داری. فکر نکن که هر چقدر بیشتر بخوای استفاده کنی نتیجه بهتری میگیری. اینجا ضرب المثل کار نیکو کردن از پر کردن است جواب نمیده. به خاطر اینکه همونطور گفتم این ماسک‌ها خاصیت هیدراته کردن پوست رو دارن و اگر پوست شما بیش از حد بخواد هیدراته بشه ممکنه که جوش قارچی بزنید. معمولا ماسک‌هایی که با کیفیت هستن اسنس اضافه دارن، یعنی داخل پکیجینگشون ماسکو که برمیداری یه مقدار مایع داخلش هست. بهتره که اون مایعی که هست رو برای پوست دست، گردن و بدنت استفاده بکنی که پوست بقیه قسمت‌های بدنت هم هیدراته بشه، چون مسلما کسی که ماسک ورقه‌ای میخره خب میخواسته که بیشتر به پوستش حال بده دیگه. حالا علاوه بر صورتت میتونی برای پوست بقیه قسمت‌های بدنت هم ازش استفاده بکنی، یا اینکه اگر اسنسش خیلی زیاده میتونی درش رو ببندی، داخل یخچال بذاری و فردایی اون اسنس رو روی پوستت بزنی، ولی حواست باشه که آلوده نشه و بهتره که همون موقع تازه ازش استفاده. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگر تجربه‌ای در زمینه استفاده کردن از ماسک‌های ورقه‌ای دارین لطفاً توی کامنت‌ها زیر همین ویدیو بگین که ما هم بتونیم از این تجربه استفاده کنیم. اگر هم سوالی دارین حتما بپرسین، خوشحال میشم که بتونم کمکتون کنم. خیلی دوستتون دارم. ضد آفتاب یادتون نره.